که بهتون گفتم هر کاری میخواین بکنین، من با شما ازدواج نمیکنم. دقیقاً 23 ساعت دیگه بعدش خودت میای میگی من حاضرم با آرمان رضا شیخ ازدواج کنم. آدم نباید انقدر خیال بافی کنه، چون وقتی با واقعیت روبرو میشی بدجوری دلت میشکنه. مایرا، آرمان، اون کائنات، زود بیاین، خواهش میکنم زود بیاین، زود بشین با من بیاین. کائنات چه شده؟ کائنات! ای ببینین چه شده؟ کائنات! کائنات به هوش بیا. کائنات چشاتو باز کن، خواهش میکنم. این چه شده؟ نمیدونم. کائنات! کائنات بلند شو. این نبضش داره میزنه، من الان برمیگردم. کائنات بلند شو. کائنات پاشو. کائنات خواهش میکنم بلند شو. کائنات دخترم پاشو. ماهیرا اینو بهش بده بخوره، همه ی زهری که خورده از معدش در میاد. کائنات آروم باش. کائنات دراز بکش. کائنات استراحت کن. حالت خوبه؟ کائنات این چه کاری بود کردی؟ آخه کی سعی میکنه همینجوری الکی خودشو بکشه؟ بگو چرا این کارو کردی؟ زنده داشت. کسی که دنیاش نابود بشه فقط میتونه به استقبال مرگ بره. چی نوشته؟ اون تو چی نوشته؟ کائنات حامل است. ولی کائنات هرچی هم که بشه نباید اینجوری تصمیم بگیری جونتو بدی. اصلا خودت فکر کن اگه سمیر از ازدواج با تو منصرف نمیشد الان داشتی برای به دنیا آمدن این بچه جشن میگرفتی. بعد یهویی همچین تصمیمی گرفتی. کائنات من بهت قول میدم هر اتفاقی هم بیفته سمیر باید تو این بچه رو قبول کنه. خواهش میکنم نگران نباش، مواظب خودت باش کائنات. من همه چی رو درست میکنم. امروز بعد از سالها حس میکنم که ترانه ما برگشته. اصلا انگار بخت ما باز شده. این بخت منه که باز شده. حالا من صاحب نصف اموال احسان میشم. این خونه به این زودی مال تو نمیشه. درسته که عروسمون از خونه پدریش جدا شده و اومده خونه ما، ولی اگه بخواد وارد این خونه بشه باید با مراسم کامل و رسم و رسوم وارد شه. بله مادر جان، شما کاملا درست میگی. درسته که سنم اینجا عهد کرده، ولی میدونم سنم ما رسم و رسوم این خونه رو حتما انجام میده. پس چرا تو هنوز اینجا وایسادی؟ برو از تو اتاق کتاب مقدس رو بیار و بذار تو دستای عروس.
بعدش عروس اون کتاب مقدس رو تو دستاش میگیره و وارد خونه میشه. برای اینکه لطف خداوند شامل حال زندگی جدیدش و حال خانواده امام بشه. چشم مادر جون. باید یه کاری بکنم، اما آخه چی کار کنم؟ شیطان هر چقدر قدرتمند باشه در برابر خدا به زانو در میاد. حالا میخوای چی کار کنی سنا؟ کاری که تو در حق کائنات کردی بابتش هر چه قدم تنبیه بشی یا معذرت خواهی کنی بازم کمه. وقتی میدونی کائنات به خاطر تو سعی کرده خودشو به کشتن بده، بازم برات هیچ فرقی نداره؟ بازم برات هیچ اهمیتی نداره؟ برام هیچ اهمیتی نداره. کائنات زنده بمونه یا بمیره به من هیچ ربطی نداره. پس به کی ربط داره؟ ها؟ پس اون دروغای عاشقانه و قول ازدواج چی بود؟ اونا چی بود؟ خواهشاً بس کن. باز این حرفا و نصیحت‌های مسخره رو شروع نکن. من هیچ علاقه‌ای ندارم آدم احمقی مثل تو رو نصیحت کنم، چون میدونم هیچ فایده‌ای نداره. زبون باز کن و بگو برای ازدواج با کائنات و قبول کردن بچت چقدر پول میخوای؟ بگو چقدر پول میخوای؟ ولی تو باید همین امروز با کائنات ازدواج کنی. ضمناً خوب گوش کن چی میگم. کائنات نباید از این موضوع خبردار شه که تو به خاطر پول داری باهاش ازدواج میکنی. شماره حسابتو برام بفرست و بهم بگو که چقدر پول برات بریزم. ولی باید همین امروز ازدواج کنی و این جریانم به کائنات نمیگی. الان تازه میخوام انتقام خواهرم ازتون بگیرم. بفرما. اومد. مادر بزرگ چه نیازی به این کار هست؟ آخه این رسم و رسوم دیگه خیلی قدیمی شده. عروس دور زمونه شاید عوض شده باشه، ولی رسم و رسوم هیچ وقت عوض نمیشه. ضمناً تو هم متعلق به این دور زمونه نیستی. اگه تو 80 سالته، من 250 سالمه. بیا بگی. نمیتونم از قدرتم استفاده کنم. اگه این کارو بکنم تا 1 ساعت کور میشم. خب پس حالا باید چی کار کنم؟ چجوری جلوی این اتفاقو بگیرم؟ خدایا خودت کمکم کن. چی کار باید بکنم؟ چی شد سنا؟ تو حالت خوبه دیگه نه؟ بله. پس این کتاب مقدس رو بگیر دستت. بگیر دیگه. تو که از ترس داشتی سکته می‌کردی. حالا باید ببینم حالت چطوره. اگه احسان منو اینطوری ببینه همه چی تموم میشه. نمیتونم از قدرتام استفاده کنم. چطوری از قدرتام استفاده کنم؟ کور میشم. اگه کور بشم بقیه مراسم رو چطوری میخوان انجام بدن؟ وای خدایا چی کار کنم؟ عروس چی شده؟ تو چرا اینجوری راه میرفتی؟ نکنه پاها چیزی شده؟ احسان پسرم پاهای عروستو نگاه کن.
نکنه چیزی شده؟ نگاه کن پاش زخمی شده. سنم تو حالت خوبه؟ احسان، هیچ زنی همینجوری دردشو پیش همه به زبون نمیاره. باید درکش کنی. ولی مادر بزرگ، از دست این پیرزنه مجبورم از قدرتم استفاده کنم. بعدش به مدت 1 ساعت نمیتونم هیچ جا رو ببینم، ولی باید حواسمو جمع کنم. این پیرزنه بدجوری به من گیر داده، از اینجا بیرونم نمیره. من فکر میکنم پاهای سنم زخمی شده. مادر بزرگ، من که زخمی نمیبینم. خب باشه، پس این رسمم انگار انجام دادیم. ولی من میخوام که عروس خانوادمون یه رسم دیگم انجام بده. فریده؟ بله. بیا بریم کارای مراسم بعدی رو انجام بدیم. سنم تو یکم استراحت کن، من فعلا میرم. پولای من کجاست؟ هر وقت تو با کائنات ازدواج کنی همه ی پولاتو بهت من میدم. احمق نیستم. اگه بعد ازدواج بیخیال پول دادن شدی چی؟ من مدرک میخوام. آدم حقه باز همه ی مردم حقه باز میبینه. همه ی کارای بانکی رو انجام دادم. هر وقت شماها ازدواج کنین پول به حسابت واریز میشه. کائنات کجاست؟ نیازی نیست تو بخوای اونو ببینی. تو بعد از ازدواج میتونی ببینیش. الان باید چی کار کنم؟ چون تو عروس جدید این خونه هستی، من میخوام که تو این گلو دور عکس عروس قبلیمون ترانه بندازی. این گلا رو از معبد مخصوص برای تو آوردم و برای اینکه اثرش بیشتر بشه کنارش سیر و فلفلم گذاشتم. به محض اینکه دستت به اینا بخوره چهره واقعی تو واسه همه رو میشه. بیا سنم، بیا اینجا و این گلا رو بردار و بعد این گلا رو دور قاب عکس آویزون کن. حالا گلو از توی این سبد بردار. سبد؟ به محض اینکه به این دست بزنی چهره واقعی تو واسه همه رو میشه. فقط باید دستم به این سبد برسه. چطور همچین چیزی ممکنه؟ پس چرا هیچیش نشد؟ سنم، گلا رو داره عکس ترانه بذار دیگه. حالا عکس ترانه کجاست؟ من حتی یادم نیست عکسش رو کدوم دیوار بود. وای چی کار کنم؟ چی شده سنم؟
گلا رو دور عکس ترانه بذار دیگه. باشه. تو داری چی کار میکنی؟ شاید جسم انسان از دنیا بره ولی خاطراتش تو تمام خونه هست، حتی گوشه به گوشه این خونه. پس چرا فقط گله رو کنار عکسش بذاریم؟ برای همین من گله رو همه جای خونه ریختم. من مطمئنم که در این زندگی جدیدی که منو احسان شروع کردیم دعای خیر ترانه بهمون کمک میکنه. ترانه خانم، شما منو تو این خونه، تو دل تک تک اعضای این خونه جا دادین. ازتون خیلی متشکرم. چرا هیچی روی این اثر نمیذاره؟ یه جای کار میلنگه. باید کشف کنم جریان چیه. زنده داشت. من خیلی میترسم. یعنی سمیر با میل خودش به این ازدواج راضی شده؟ آره کائنات، نیازی نیست انقدر نگران باشی. اون اولش ترسیده بود ولی الان فهمیده باید مسئولیتش رو بپذیره. تو نگران نباش، داره آماده میشه. وقت عقد شده. دوماد صدا کنین بیاد. لطیف برو سمیر رو بیار. باشه الان صداش میکنم. ایول بابا، امروز چه خوشگل شدی. برای اولین بار. میدونی چرا؟ برای اینکه اون قیافه نحس دیده نمیشه. بیا بریم طبقه پایین، همه منتظر اومدن تو هن. آره چرا واسدی؟ بیا بریم دیگه. من که گفتم سمیر میاد. زنده داشت. به نظرت کارم درسته؟ آره کائنات، کاری که تو داری انجام میدی کاملا درسته. پس چرا انقدر دلم داره شور میزنه؟ خب این خیلی طبیعیه. بعضی وقتا آدم دلش میشکنه، بعدش نگران و دلشوره داره. این اتفاقی که داره میافته به نفع همه خانواده است. همین که تا اینجا اومدی یعنی برای ازدواج آمادی. منم الان به بانک زنگ میزنم و پول به حسابت میریزم. وای خدا، این اتفاق مسخره چیه الان افتاده؟
تو اینجا چی کار میکنی؟ پس سمیر کجاست؟ اون هر جا هست در امانه. یعنی چی در امانه؟ من پرسیدم سمیر کجاست، برو بیارش، الان باید ازدواج کنه، همین الان با کائنات. میدونم که امروز روز ازدواجه. به نظرم تو هم باید بری واسه مراسم آماده بشی، برای مراسم ازدواج خودمون. من باهات شرط بندی کرده بودم و هنوز 9 ساعت و 15 دقیقه ازش باقی مونده. فکر کردی من کیم؟ عروسک خیمه شبازی تو؟ فکر کردی به اشاره تو میرقصم؟ تو نمیتونی منو مجبور به هیچ کاری بکنی. خاله، لطیف، زود برین سمیر رو پیدا کنین. چرا میخواین الکی زحمت بکشین؟ شماها نمیتونین سمیر رو پیدا کنین. چرا نمیتونیم پیداش بکنیم؟ مگه چه بلایی سر سمیر آوردی؟ خریدمش. همونطوری که تو سمیر رو خریده بودی منم خریدمش. من با 2 برابر اون قیمت سمیر رو خریدم. حالا سمیر همون کاری رو میکنه که من بهش بگم. و اگه تو میخوای که سمیر و کائنات ازدواج کنن، باید واسه ازدواج با من بله رو بگی. امروز اصلا درباره سیلی زدن به من فکرم نکن. نه 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 نه، من جواب تو با سیلی نمیدم، جواب تو با محبت میدم. چون وقتی آدم با محبت جواب میده بیشتر از جوابتون به آدم مزه میده. از آدمی مثل شما بیشتر از اینم نمیتونم توقع داشته باشم. همیشه تو ذهنت فقط انتقامه، همیشه تو ذهنت فقط به نقشه‌های خودخواهانت فکر میکنی. این چه حرفاییه که تو میزنی؟ ببین این حرفا قلب آزادو به درد میاره ها، خیلی داره اذیت میشه. کاش میتونستم قلب اونو از سینه‌ات در بیارم. آدمی مثل تو نه تنها لیاقت قلب آزاد بلکه لیاقت قلب هیچ کسو نداره. اوه، پس تو میخوای منو به قتل برسونی؟ میخوای این قلبو از سینه من در بیاری و منو به کشتن بدی؟ من این کارو نمی کنم چون این کار هیچ فایده ای نداره. چون شما از اون آدمایی هستی که قلب داشتن یا نداشتنش هیچ فرقی با هم دیگه نداره. جالبه همایرا، تا الان که همه حرفای این قلبو متوجه میشدی و حتی فکر میکردی به خاطر قلب آزاد منم دارم آدم خوبی میشم، ولی الان دیگه هیچ فرقی برات نداره. راستی بذار یه چیزی بهت بگم، این قلب هنوزم اسم تو رو فریاد میزنه، ماهیرا. ماهیرا بس کن، برو سمیر رو بیار. میخوام عروسی سمیر رو کائنات رو برگزار کنم. برای اینکه بتونی وظیفتو نسبت به خانواده آزاد انجام بدی، برای اینکه از دید مردم خیلی بزرگوار به نظر بیای. راستی خانواده آزاد چقدر تو دردسر افتاده ها نه؟ خواهر کوچیکش داره مادر میشه، شوهر خواهرش هم خواهرشو ول کرده و به خاطر همین شوک خواهرش میخواست خودکشی کنه. تو اصلا متوجه هستی که الان زندگی کائنات توی دستای توه؟ نه نه نه، ماهیرا نمیتونه انقدر خودخواه باشه. دست تو رو قلبت بذار و به چهره اون دختر معصوم نگاه کن. یه بچه تو شکمه، اون هست. اگه امروز تو از ازدواج با من صرف نظر کنی، امروز 2 نفر کشته میشن، هم کائنات و هم بچه‌ای که تو شکمش داره بزرگ میشه و مسئولیت مرگشونم میفته گردن تو وجود شما حتی یه ذره انسانیت هم نیست. ای بابا، به خاطر همین انسانیت هم این راهو جلوی پات گذاشتم دیگه. ببین تو برای ازدواج با من بله رو بگو، بعدش سمیر و کائنات هم ازدواج میکنن، با خوشحالی زندگیشون رو شروع میکنن. کائنات دخترم،
کائنات تو نگران نباش. من که بهت گفتم هر جور شده عروسی تو و سمیر رو را میندازم. همه چی درست میشه کائنات. تیک تاک تیک تاک. ماهیرا تا چند ساعت دیگه خودت روبند دامادی رو صورتم میبند. پس به نظرم بهتره فعلا برم استراحت کنم. خب مگه مردا نباید به فکر پوستشون باشن؟ منم میخوام قبل از مراسم عروسی صورتم شاداب باشه دیگه، مگه نلتی؟ راستی کائنات تو اصلا ناراحت نباش. ما هممون به ماهیرا اعتماد داریم. اون نمیذاره هیچ اتفاق بدی برای تو بیفته. تمام شب اون ایمی جوجه اذیتم کرد. نذاش راحت بخوابم. وای بهتره یکم بخوابم. تو اینجایی؟ لطفاً منو ببخش. من نمیخواستم هولت بدم. نمیدونم، داشتم یه خواب خیلی بد میدیدم. داشتم میدیدم شوهر قبلیم داره اذیتم میکنه. برای همین منم عصبانی شدم و هولش دادم اون طرف. لطفاً منو ببخش، خواهش میکنم. نمیخواستم هولت بدم. احسان من میدونم بعد از این اتفاقات تو داری از من متنفر میشی. اصلا شاید لیاقت من همین نفرته. این حرفا چیه میزنی سنم؟ تو به من جرأت دادی که دوباره عاشق بشم. من چطور میتونم ازت متنفر باشم؟ خواهش میکنم گریه نکن. زندگی با آدم زخمایی میزنه که اثرش شاید کم کم از جسمت پاک شه، ولی دل همیشه از اون زخما رنج میکشه. برای همین هر وقت کسی سعی میکنه بهم نزدیک بشه، نمیدونم چرا یهو اینجوری میشم. شاید برای همینه. لطفاً بهم قول بده که هیچ وقت از من متنفر نمیشی. من نمیخوام به زور بهت نزدیک بشم. ضمن رابطه زناشویی که فقط رابطه جسمانی نیست، عیبی نداره. من صبر میکنم. هر وقت که راحت بودی میتونیم با هم رابطه برقرار کنیم. خواهش میکنم دیگه گریه نکن. شاید من یه کار خیلی خوب کرده بودم که خود شوهری مثل تو بهم داد. ازت ممنونم.
نگران نباش کائنات، من نمیذارم هیچ کسی در حقت بدی کنه. هر اتفاقی هم بیفته من نمیذارم آبروی این خانواده به باد بره. هنوز یکم وقت مونده. بعدش این اتاق مال تو هم میشه. یکم منتظر بمون. آرمان من فقط میخوام بهت بگم که شما هر مشکلی دارین با من دارین. این مشکل بین خود ما دوتاست. ما چرا یکی دیگر رو باید اذیت کنیم؟ اونم کائناتو. کائنات همین الانش هم این همه استرس داره. مگه ندیدی داره گریه میکنه؟ اون میخواست خودکشی کنه. دیگه از این بدتر چی میتونه بشه؟ از همه مهمتر این که اون حامل است. آرمان من فکر نمی کنم که باید کائناتو وارد این مسائل کنی. تازه اون خواهرته. درسته که خواهر ناتنیه ولی خواهرته دیگه. و من فکر میکنم اگه این موضوع هم برات مهم نیست، حداقل از روی انسانیت و دلسوزی خواهش میکنم اون بیچاره رو از این مسائل دور کن. عالیه. پس مشکلات ما باید بین خودمون بمونه. پس تو واسه تصمیم گرفتن چرا اینقدر معطل میکنی؟ زود باش بله رو بگو تا امروز تو این خونه 2 تا عروسی همزمان برگزار کنیم. من بهت التماس میکنم، خواهش میکنم. شما هر مشکلی دارین با من دارین. نباید کائنات یا کس دیگه یا وارد این مسئله بکنی. خواهش میکنم. وقتی آدم به یه نفر دل میبنده همه ی اداهای اون آدمم به نظر شیرین میاد. مثل تو که الان داری التماس میکنی و خیلی بانمک به نظر میاد. میدونی چیه؟ من فکر میکردم میتونم درون شما یکم انسانیت پیدا کنم ولی انگار اشتباه میکردم. تو قلب آدمی مثل شما هیچ احساسی نسبت به هیچ کسی وجود نداره، چه نسبت به من یا چه نسبت به کائنات. شما هر کاری میخواین بکنین. اگه فکر میکنین کاری که کردین هنوزم کمه و بیشتر از اینم میتونین اذیتم کنین بکنین. من که هر جور شده عروسی سمیر و کائنات رو راه میندازم آقای آرمان. خب منم همینو میخوام. خب پس منم منتظر میمونم. دست به کار شو. تیک تاک تیک تاک. ای بابا تو اینجا نشستی؟ بیا بریم تو آشپزخونه یه غذای چیزی درست کنیم. خیلی دیر شده نه؟ چی شده سنا؟ تو حالت خوبه یا نه؟ بله خوبم. راستش قضیه اینه که دیشب خوب نخوابیدم، برای همین یکم خستم. که اینطور عیبی نداره. به خدمتکار میگم برات چای بیاره. کاش مادر بزرگ احسانم عین مادرش انقدر احمق بود. بعدش دیگه من به این خونه حکومت میکردم. راستی سنم مامان کو؟ رفتن آشپزخونه. تو باید به اون کمک کنی. خوشحال میشه. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی من بهش نگفتم میخوام کمک کنم؟ من همش به مادرت میگم که بذار من غذا درست کنم ولی اون قبول نمیکنه. اون دوست داره من کنار تو و ایمی بشینم و فقط غذا بخورم. منم جوری تربیت شدم که همیشه به حرف بزرگترم احترام میذارم. عیب نداره دخترم.
من درک میکنم که تو اینجا رو خونه خودت میدونی و دلت میخواد تو کارا کمک کنی. خب بیا با هم بریم آشپزخونه و تو غذا پختن به من کمک کن. خب احسان، اینجوری تو هم دیگه ازش شکایتی نداری. خوبه. باشه. آفرین سنم، چه خوب شد که اومدی. اگه احسان غذای دستپخت تو رو بخوره حتما خیلی خوشش میاد. من غذای ایمی رو درست کردم. راستی گوش کن، ما دیروزم تو این خونه بودیم ولی اصلا خوشحال نبودیم. حالا که تو اومدی همش حس میکنم که انگار اینجا واقعا یه خونه است. امیدوارم همیشه همینجوری هوای منو داشته باشی. اون وقت آرزوهایی که من برای این خانواده دارم حتما برآورده میشه. حتما. چی شد عروس؟ دست چی شده؟ نمیدونم مادر جون، خیلی درد میکنه. زنده داشت لطفاً بذار من یکم تنها بمونم. هیچکی نمیتونه تقدیر یکی دیگر رو عوض کنه. ضمناً نمیخواد به خاطر من زندگی تو خراب کنی. من میرم یه جایی زندگی میکنم که کسی منو خانواده‌مو نشناسه. کائنات، تو رو خدا همچین حرفی نزن. من بهت قول میدم هر اتفاقی هم بیفته نمیذارم آرمان نقشه هاشو عملی کنه. نزن داداش، شما نمیتونی اونو شکست بدی. اون میدونه کی و چطوری از کی باید سوء استفاده کنه. آدم هر چقدر زرنگ باشه بالاخره یه اشتباهی ازش سر میزنه. مطمئنم ما میتونیم سمیر رو پیدا کنیم. مگه آرمان کجا مخفیش کرده؟ اصلا خودم هم متعجبم. من فقط 1 رو 20 دقیقه سمیر رو تنها گذاشتم. کائنات، اینجوری معلوم میشه که آرمان خیلی وقت نداشته که سمیر رو یه جای دور ببره. خب پس اگه سمیر تو همین خونه است ما میتونیم پیداش کنیم و من مطمئنم آرمان سمیر رو همین جاها مخفی کرده. سمیر، وای، فکر میکنم سمیر همین دور و براست. باید برق روشن کنم بگردم. کفش؟ یعنی اینکه سمیر همین دور و براست. سمیر؟
سمیر من میدونستم تو همین جایی، تو همین خونه ای. نگران نباش، تو نگران هیچی نباش. من تو رو همین الان از اینجا نجات میدم. ولی به هم قول بده که همین الان با کائنات ازدواج میکنی، باشه؟ من که گفتم پولتو بهت میدم، پس نگران پول نباش. اصلا میدونی چیه؟ قیمتو 2 برابر میکنم. بگو دیگه چقدر پول میخوای، من بازم بهت پول میدم. ولی تو همین الان باید بری با کائنات ازدواج کنی. برای همین الان دارم آزادت میکنم. بگو باشه. تو این عروسی رو برگزار نمی کنی و بابتش من بهت 2 برابر پول میدم. ماهیرا، من میدونستم تو حتما میای سمیر رو پیدا میکنی، ولی اون همون کاری رو میکنه که من میخوام. تو چرا قبول نمی کنی که نمیتونی تو این مبارزه برنده بشی؟ دست از این غرور بردار. این ازدواج رو قبول کن. سمیر با کائنات خوشبخت میشه، منم خیلی خوشبخت میشم. دیگه میل خودته. تو میخوای به خانواده آزاد کمک کنی یا نه، تصمیمش با خود تو.